به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با نوشته کاملا متفاوت شروع میکنیم که به صورت PDF هستش که دکتر روانشناسی به صورت PDF در وبسایتشون منتشر کردن که اگر خوشتون بیاد میتونین تهیه کنید و تا انتها بخونید. فراموش کردن شکست عشقی مخرب، راهنمایی برای جدا شدن از یک رابطه عاطفی. دکتر نیکی بشارتی این نوشته رو منتشر کردن که شامل فهرست مطالب زیر هستش. مقدمه که نسبتاً طولانیه و من نمیخونمش. ترس از تنها رها شدن، چگونه خود را دوست داشته باشیم، رازهایی برای دوست داشتن خود، مدیتیشن را به عادتی روزانه تبدیل کنید، استفاده از آینه و تکنیک عشق به خود، علائم هشدار دهنده پایان یک رابطه، جدا شدن از کسی که دوستش دارید. لطفاً با من همراه باشید تا با هم شروع کنیم، ورق بزنیم و کشفش کنیم. ترس از تنها رها شدن. قبلا هیچگاه این کلمات را نشنیده بودم، اما به طور غریزی می‌دانستم که ترس از تنها رها شدن ریشه همه مشکلات زندگی من است. اگر روی وضعیتی که من دارم سم گذاشتن، شاید درمانی هم برای آن وجود داشته باشد. هنوز به این مشاور اطمینان نداشتم، اما دوست داشتم بیشتر بشنوم. او یک سری کتاب در مورد آسیب دیدن بدرفتاری، وابستگی به افراد ناسالم و خانواده‌های الکلی به من داد. با اینکه شک داشتم این کتاب‌ها جوابی برای سوال‌های من داشته باشند، به او قول دادم که به آنها نگاهی بیاندازم. مطالعه کتاب‌ها اثر شگفت‌انگیز داشت. قبل از آن هیچ وقت به سراغ کتاب‌های روحیه بخش نرفته بودم. فکر نمی‌کردم هیچ کدام بتوانند حرفی برای قلب شکسته من داشته باشند. من به عنوان یک کودک پرورشگاهی و پس از آن به عنوان یک فرزند خانواده همیشه نسبت به بقیه احساس متفاوت بودن می‌کردم. چیزی که مشاورم آن را منحصر به فرد بودن کشنده می‌نامید. برای نخستین بار در زندگیم متوجه شدم که ممکن است بتوانم زندگی در هم ریختم، چیزی که به نظر غیر قابل تغییر می آمد را سر و سامان بدهم. هیچ وقت فکر نمی کردم که شاید همسرم هم بخشی از مشکلمان باشد. هنوز این پیش‌فرض را داشتم که همه مشکلات ازدواج ما تقصیر خودم است. اما به قول مشاورم، دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید. مشکلات و آزارهای والدینم با مشکلات خودم ترکیب شده بود. به گفته او ما برای خودمان شریک انتخاب می‌کنیم که به اندازه خودمان در هم شکسته باشد و در رقص ناموزون زندگیمان همگام باشد. با این تفاسیر طرفین درگیر یک رابطه نمی‌توانند از نظر سلامت روانی تفاوت چندانی با هم داشته باشند. افراد سالم با انسان‌های ناسالم همگام نمی‌شوند. با این حال مشتاقانه فکر می‌کردم که در این کتاب‌ها مطلبی خواهم یافت که به من کمک کند تا با پدر فرزندانم و مردی که دوستش داشتم دوباره رابطه برقرار کنم و زندگی مشترکمان را از سر بگیریم. این کتاب‌ها را خواندم و برایش چندین نامه نوشتم. گاهی عصبانی می‌شد، گاهی خوشش می‌آمد. بعد از این قبیل نامه‌نگاری‌ها گاهی ساعت‌ها با هم حرف می‌زدیم. این صحبت‌ها معمولاً به اتاق خواب ختم می‌شد. گاهی اوقات پیش من می‌آمد. هر دو احساس گیجی می‌کردیم و با هم می‌گریستیم. گاهی اوقات مسابقه داد و فریاد و جیغ کشیدن راه می‌انداختیم و کارمان به بد و بیراه و حتی خشونت می‌کشید. اوضاعمان خیلی نابسامان بود، اما هر بار که با هم مواجه می‌شدیم خوشحال بودم که فارغ از همه اتفاقات هنوز کاملاً از هم جدا نشده‌ایم. هنوز منتظر یک نفر دیگر بودم که به تردیدهای من پایان دهد. مشاورم نتوانست زندگی مشترک را به من برگرداند. او مرا تشویق می‌کرد رابطه‌ام با همسرم را جز مواردی که مربوط به بچه‌ها می‌شد قطع کنم. مرا تشویق به نوشتن یادداشت‌های روزانه و نامه‌هایی کرد که هرگز ارسالشان نخواهم کرد. از من خواست که به کلیت زندگیم نگاهی دوباره کنم و تمام بدرفتاری
تنها رها شدنها و سرزنش‌های دیگران را مرور کنم. اگر واقعا قصد داشتم که از چرخه باطل بدرفتاری بیرون بیایم و فرزندانی سالم تربیت کنم، باید همه زندگیم را بررسی و مشکلات را مشخص می‌کردم. بعد از آن تازه می‌توانستم فکری به حال مشکلاتم بکنم. برای رسیدن به این هدف باید با رنج و درد روبرو می‌شدم. ماه اول تاریک‌ترین دوره زندگی من بود. بعید می‌دانستم بتوانم از عهده خودم بر بیایم. به محض فاش شدن درونیاتم فهمیدم که درب یک جعبه دردناک پر از غم و اندوه را باز کردم. به سختی می‌توانستم تصور کنم که این فعالیت‌های آزاردهنده نتیجه خوبی در بر داشته باشد. اوضاع باز هم بدتر شد. همسرم در مورد رابطه با یکی از همکارانش به راحتی صحبت می‌کرد و در اتومبیل او یک نامه عاشقانه پیدا کردم. یک روز به محض اینکه از سر کار برگشتم، او هم برای دیدن پسرها آمد. آنها در حیاط پشتی مشغول بازی بودند و من رفتم تا کفشم را عوض کنم. ناگهان با نعره‌های او مواجه شدم. با حالتی حق به جانب پرسید که چرا به او سلام نکردم. همانجا نشستم و بدون اینکه جوابش را بدهم مشغول عوض کردن کفش‌هایم شدم. عصبانی‌تر شد. به سمت من آمد و به صورتم سیلی زد. واکنشی نشان ندادم، اما به سرعت و با تحکم گفتم برو بیرون. فردایش با یک وکیل ملاقات کردم. درخواست طلاق دادم. او به این حکم اعتراض کرد و دادگاه یک روز را برای دادرسی تعیین کرد. می‌دانستم که می‌خواهد من را در روز دادگاه منصرف کند. فکر می‌کرد من قادر به انجام چنین کاری نیستم و من قدیمی واقعا از عهده چنین کاری بر نمی‌آمد. مشکل این بود که تا به حال از خودم دفاع نکرده بودم و مطمئن نبودم از عهده این کار برمی‌آیم. روز موعود فرا رسید. وقتی از پله‌های دادگاه بالا می‌رفتم شروع به لرزیدن کردم. به زحمت خودم را به بالای پله‌ها رساندم. وقتی نوبت ما شد، وکیلم من را به جایگاه شهود فراخواند و از من در مورد بدرفتاری‌های مورد به مورد سوال کرد. در ابتدا صدایم به زحمت قابل شنیدن بود، ولی ناگهان حرف مشاورم یادم افتاد. هیچ کس حق ندارد با کس دیگری بدرفتاری کند. هیچ وقت این را نمی‌دانستم. همیشه فکر می‌کردم دلیل اینکه دیگران با من اینگونه رفتار می‌کنند این است که خودم آدم نالایقی هستم. وقتی جمله بالا را همانند یک سرود چند بار در ذهنم تکرار کردم، انگار چیزی در درون من تغییر کرد. در اعماق وجودم می‌دانستم حق با مشاورم است. صدایم قوی‌تر و بلندتر شد. برگشتم و مستقیم به چشمان همسرم نگاه کردم. در کمال تعجب وکیل او در گوشش چیزی زمزمه کرد و در نهایت از درخواستش انصراف داد و قاضی به من گفت که بنشینم و حکم دائمی را به نفع من صادر کرد. با اشتیاق از دادگاه بیرون آمدم. این یک شروع جدید بود. می‌دانستم که از آن روز به بعد هیچ کسی با من بدرفتاری نخواهد کرد. بالاخره کنترل زندگی خودم را به دست گرفتم و گفتم دیگر کافی است. نمی‌توانی با من چنین رفتاری داشته باشی. مشخص شدن حریم‌ها و محدوده‌ها به اولویت زندگی من بدل شد و همه چیز را بهتر کردم. گرفتن طلاق کار آسانی نبود. 2 سال به طول انجامید، اما هنوز به دیدار مشاورم می‌رفتم. در جلسات گروهی پشتیبان شرکت می‌کردم. کتاب می‌خواندم و قوی‌تر می‌شدم. در اولین تعطیلات مشکلاتم کمی عود کرد، اما به سیستم پشتیبانیم پناه بردم. این وضعیت را پشت سر گذاشتم و به راه هم ادامه دادم. در تمام زندگی از عدم اطمینان متنفر بودم و به دنبال کسی می‌گشتم که برایم امنیت را به ارمغان آورد. همیشه به دنبال کسی بودم مرا دوست بدارد و به این ترتیب یک فرد عادی بشوم. اکنون یاد گرفته بودم که خودم باید برای خودم اطمینان فراهم کنم و مسئول عادی شدن زندگیم خودم هستم. کار دشواری بود، اما نه تنها با گذشته‌ام مواجه شدم، بلکه رویکردم را نسبت به زمان حال تغییر دادم و برای آینده برنامه‌ریزی کردم. یاد گرفتم که چطور برای خودم دوست، علاقه و سرگرمی پیدا کنم. به محض اینکه کمی زمان صرف خودم کردم و متوجه شدم چه چیزهایی را دوست دارم
و چه چیزهایی خوشم نمی‌آید توانستم صدای خودم را در روابطم پیدا کنم. هرچه بیشتر روی خودم کار کردم و سالمتر شدم، اطرافیانم هم سالمتر شدند. هرچه بهتر با خودم رفتار می‌کردم، بهتر با من رفتار می‌شد. یاد گرفتم تا با خودم صادق باشم. دیگر نمی‌خواستم دست به هر نوع شیرینکاری بزنم تا شاید از من خوششان بیاید. از خودم می‌پرسیدم آیا من او را دوست دارم؟ اگر جواب منفی بود با او خداحافظی می‌کردم. برقراری و حفظ رابطه برای من کار آسانی نبود و در چند سال اول ترس من از تنها رها شدن با نیروی تمام در کار بود. به رابطه‌هایم به عنوان تجربه آموزنده نگاه می‌کردم و وقتی رابطه به پایان می‌رسید شروع به تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با آن رابطه می‌کردم. این تلاش‌ها به من کمک کرد تا بفهمم چه بخشی از زندگیم نیازمند توجه بیشتر است. در این مسیر به تصمیمی رسیدم که قبلاً برایم تصور ناپذیر بود. ترجیح می‌دادم تنها باشم به جای آنکه هر رفتاری را از سوی دیگران قبول کنم. دیگر نمی‌خواستم مورد بی‌توجهی قرار بگیرم، فحش بخورم یا در ته فهرست اولویت‌های افراد جا داشته باشم. دیگر نمی‌خواستم رفتارهای زننده دیگران را صرفاً به خاطر حضورشان در کنارم تحمل کنم. سالها می‌ترسیدم که کسی مرا دوست نداشته باشد، اما اکنون مطمئن بودم که به آنچه عزمم را جذب کرده‌ام خواهم رسید. پس چرا باید به چیزی کمتر از لیاقتم رضایت بدهم؟ کم کم به این نتیجه رسیدم که شایسته بهترین ها هستم. کمی زمان لازم بود تا در مورد توانایی‌های خودم به عنوان یک مادر احساس اعتماد به نفس کنم. سعی کردم در رابطه با فرزندانم نیز رفتارهای سالم و ناسالم را از هم تفکیک کنم. در خانه حد و مرزهایی برای هم تعیین کردیم و همدیگر اهمیت می‌دادیم و در وقت لازم کنار هم بودیم. دیگر در مورد چیزهای احمقانه مثل تمیز بودن کف آشپزخانه نگران نبودیم. نگرانی اصلی ما خوانده بود. امروز بچه‌ها به خاطر شکستن حلقه باطل بدرفتاری و تنها رها شدن از من سپاسگزارند. آنها هیچ وقت بدون گفتن دوستت دارم مادر گوشی تلفن را نمیگذارند و وقت سلام و خداحافظی همیشه من را در آغوش میکشند. هر وقت نیازمند مشاوره باشند به سراغ من میآیند. آنها به من اطمینان دارند و من هم به آنها اطمینان دارم. این مردهای جوان خارق‌العاده باعث سرافرازی من هستند. در تلاش برای التیام قلب شکسته‌ام به دنبال خانواده اولم گشتم. در تمام روابطی که مورد بدرفتاری قرار گرفتم قلبم همیشه برای برادرم ادوارد می‌تپید. مطمئن بودم که اگر او در کنار من بود هیچ آسیبی به من نمی‌رسید. شاید خیلی رمانتیک بود، اما او مثل نیمه دیگر وجودم بود که جایی در این دنیای بزرگ گم شده. همیشه فکر می‌کردم که اگر با هم بودیم زندگی برای هر دوی ما بهتر می‌شد. مدتی به دنبالش گشتم و در نهایت متوجه شدم ادوارد چند سال پیش از دنیا رفته است. با 2 برادر دیگرم رابطه برقرار کردم. این ضایعه که هیچگاه برادرم ادوارد را نشناختم با من بود. اما بالاخره از رنج‌های گذشته التیام یافتم. در مشاوره یاد گرفتم که نگاهی دوباره به روابطم با 2 پدر و مادرم بیاندازم. یاد گرفتم که آنها را بپذیرم و در نهایت آنها را ببخشم. آنها را بخشیدم تا بتوانم ادامه بدهم و التیام یابم. با درک ضرب المثل دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید و با مشاهده افرادی که به من جذب می‌شدند و افرادی که من به آنها جذب می‌شدم فهمیدم که برای اصلاح زندگی خودم به چه چیزهایی باید توجه کنم. بارها فکر می‌کردم که اکنون دیگر آماده برقراری رابطه با فلان فرد مناسب هستم و سپس مسائل و مشکلات زیادی در این رابطه پیش می‌آمد. با نگاه به مشکلات فرد مقابل متوجه می‌شدم که چه چیزهایی در زندگی خودم هنوز نیازمند وقت گذاشتن هستند. گاهی اوقات خیلی ناامید می‌شدم، اما هدف من این بود که خودم را به آن درجه از آمادگی برسانم که بتوانم یک رابطه سالم داشته باشم. در حال لذت بردن از زندگی مجردی خودم بودم که مردی را دیدم و عاشقش شدم. او هم مثل خودم بود. یک پدر که از همسرش جدا شده بود و با دختر کوچکش زندگی میکرد. او مردی صادق، رک، مهربان و دلسوز بود
و فکر میکرد من هم همین صفات را دارم. هر دو زندگی مستقل خودمان را داشتیم و ترجیح میدادیم به جای یک زندگی پرماجرا و مهیج تنها باشیم. برای ما دو نفر تنها راه ممکن برای تغییر تعهد در مورد زندگی و فرزندانمان این بود که شخصی را پیدا کنیم که زندگی مشابهی را از سر گذرانده باشد. هیچ کدام ما فکر نمی‌کرد فردی را بیابیم که بتواند ارزش زندگی و کودکان ما را درک کند. فردی که مشتاق استقلال و روراست بودن با خود باشد و در عین حال از عهده زندگی مشترک بر بیاید. کمی بعد ما این خصوصیات را در همدیگر پیدا کردیم. الان بیش از 12 سال است که زندگی مشترک و شادمانی را با هم تجربه می‌کنیم. البته می‌شود به بحث‌های جدی با هم نیز اشاره داشته باشیم، ولی ما هیچ وقت به هم بددهنی نکردیم. او اهمیت به تمیز بودن خانه نمی‌دهد. شادمانی من مهمترین دغدغه اوست و بدون قید و شرط مرا دوست دارد. ما پدر مادرهای خوبی برای فرزندانمان هستیم و به هم عشق می‌ورزیم. چگونه خود را دوست داشته باشیم؟ وقتی بخشش صورت گیرد و به بدیها اجازه دور شدن از بدن داده شود، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش ما برداشته می شود، درهای دوستی و محبت به خود نیز گشوده خواهند شد. می‌خواهم برای آنهایی که در مبحث عشق به خود فعالیت داشتند، همچنین برای آن گروهی که تازه کار هستند، راههایی را برای فراگیری بهتر این موضوع مطرح کنم. عشق به خود و عاشق شدن انسان نسبت به خودش خصوصیت بسیار زیبا و جذابی است که میتوان آن را با یادگیری پرواز مقایسه کرد. تصور کنید چقدر هیجان انگیز بود اگر همه ما قدرت پرواز داشتیم. پس بیایید دوست داشتن را از همین حالا آغاز کنید. بسیاری از نداشتن اعتماد به نفس کافی رنج میبرند. به همین دلیل برای بسیاری از ما سخت می‌نماید که خود را دوست داشته باشیم، زیرا در درونمان به آفاتی مبتلا شده ایم که مانع می‌شوند تا آنگونه که هستیم خود را ببینیم و دوست داشته باشیم. معمولاً ما عشق به خود را با قید و شرط خاصی در نظر می‌گیریم و سپس در ارتباطات اجتماعی نیز دوست داشتن دیگران را مشروط می‌کنیم. همه می‌دانیم که پیش از اینکه خودمان را دوست داشته باشیم و در درونمان عشق جوشش کند، نمی‌توانیم دیگران را دوست بداریم. روش‌های مطمئن برای دوست داشتن خود. 1. مهمترین نکته دست برداشتن از انتقادجویی از خود و دیگران است. اگر بدون توجه به اینکه چه روی داده به خود بگوییم همه چیز مرتب است، به سادگی خواهیم توانست در زندگی تحول ایجاد نماییم. هنگامی که خود را بد و نادرست حس می‌کنیم، بدون شک مشکل بزرگی به وجود آمده باشد، اما همه ما در حال تغییر هستیم. هر روز برایمان روز جدیدی است و کارها را به شکلی تقریباً متفاوت با روز قبل انجام می‌دهیم. یادمان باشد قدرت همان و توانایی ما در کنار آمدن و همسو شدن با فرایند زندگی است. آنهایی که در خانواده‌های ناآرام و نامتعادل رشد یافته‌اند معمولاً تعریف خاصی فراتر از مسئولیت پذیری دارند که سبب قضاوت‌های نادرست و نامعقول درباره خودشان می‌گردد. آنها در میان ترس و نگرانی از آینده و فشارهای روحی و جسمی بسیار رشد یافته‌اند. برداشت آنها از این نوع تربیت آن است که باید مشکلی در من وجود داشته باشد. شما نیز لحظه‌ای درباره کلماتی که خود را با آنها مؤاخذه می‌کنید فکر کنید. از جمله صفاتی که بعضی مردم خود را با آن توصیف می‌کنند می‌توان نادان، دختر بد، پسر بد، بی‌فایده، بی‌توجه، احمق، زشت، بی‌ارزش، کثیف نام برد. آیا اینها کلماتی هستند که شما برای توصیف خود از آنها استفاده می‌کنید؟ همواره باید به ارزش و ملاک انسانی خود احترام بگذاریم، چرا که اگر تصور کنیم به اندازه کافی خوب نیستیم، راه را برای نابودی و بیچارگی خویش گشوده ایم و بیماری و درد را به بدنمان راه داده ایم. با این کار سودهایی را که باید به دست می آوردیم به تأخیر انداخته و در عوض با غذا خوردن بیش از اندازه، مصرف مواد مخدر، الکل و خیلی چیزهای دیگر از بدنمان سوء استفاده می کنیم. همه ما به دلیل نوع خلقت خود، یعنی انسان بودن، هیچگاه آرامش و امنیت کامل نخواهیم داشت.
بیایید دیگر ادعای کامل بودن نکنید. دعوی تکامل عامل ایجاد فشاری مضاعف است که مانع از نگاه صحیح ما به تغییر نقاط مورد نیاز می‌گردد. به جای چنین برخوردهایی می‌توانیم افق‌های سازنده درون و شخصیت منحصر به فردمان را کشف کنیم و خود را به سبب دارا بودن توانایی‌هایی که ما را از دیگران جدا می‌سازد تحسین نماییم. هر کدام از ما برای زندگی در این کره خاکی اصول مشخصی دارد، اما زمانی که خود را مورد سرزنش قرار دهیم در واقع آن اصول را به بیراهه کشانده‌ایم. 2. باید از ترساندن خویش دوری کنیم. بسیاری از ما خود را با افکار دلهره‌آور مجازات می‌کنیم، اما بدین ترتیب تنها باعث نامساعدتر شدن شرایط شده و مشکلی کوچک را به مسئله غیر قابل حل تبدیل می‌کنیم. این شیوه بسیار تأسف‌آور است که همواره در پی یافتن خطا و اشتباهی در زندگی باشیم. چه تعداد از شما در حالی که از یک اشتباه کوچک داستان وحشت‌آوری در ذهن خود ساخته اید به رخت خواب می‌روید؟ مثال این افراد مانند کودکی است که در تاریکی اتاقش تصور می‌کند اژدهای وحشتناکی در زیر تخت پنهان شده و می‌خواهد او را بخورد. پس واضح است که با وجود این افکار نمی‌تواند به راحتی بخوابد. شما نیز به عنوان یک کودک به پدر و مادر خود نیاز دارید تا آرامتان کنند، ولی همکنون از منظر شخصی بالغ می‌دانید که خود قادر به آرام کردن اعصاب و روان خویش هستید. افراد بیمار از این روش بسیار استفاده می‌کنند. اکثراً به آخرین مرحله بیمارستان و حتی مراسم تدفین خود فکر می‌کنند. آنها تمام قدرت و نیروی فکر خود را صرف فکر به نظرات دیگران در مورد بیمارستان می‌کنند. حتی گاهی از طریق رادیو، تلویزیون و روزنامه در مورد آن بیماری اطلاعات جمع می‌کنند. گاهی اوقات تا جایی پیش می‌روند که نام خود را در لیست قربانیان بیماری جستجو می‌کنند. شاید این روش در روابط اجتماعی نیز به کار گرفته شود. دوستی که قرار بود فلان ساعت تماس بگیرد به علتی تماس نمیگیرد و شما بلافاصله نتیجه میگیرید که وی شما را دوست ندارد و در برقراری روابط اجتماعی مایوس و ناامید میشوید. بدین سبب گوشه‌گیر شده و دیگران را پس میزنید. نظیر این موارد در مسائل کاری اشخاص نیز روی میدهد. شخصی درباره شغل دیگری نظری میدهد، اما نفر دوم سعی دارد قضیه را منفی تلقی نموده و به خود بقبولاند که آن شخص قصد تضعیف یا خرد کردنش را داشته است. همواره توجه داشته باشید اینها نوعی تلقین منفی است که همانند یک دور باطل اثر مخرب دارد. پس چه بهتر در همان ابتدا با این نوع تفکرات به مبارزه برخیزید. اگر می‌بینید همواره عادات، افکار و موقعیت‌های منفی را در ذهنتان مرور می‌کنید، به دنبال تصویری ذهنی که بیانگر فکر یا حادثه‌ای مثبت است باشید و آن را جایگزین افکار منفی نمایید. تصاویر مثبت ذهنی می‌توانند منظره زیبا، غروب خورشید، گل‌ها، ورزش و به طور کلی هر آن چیزی که دوست دارید باشند. این تصورات را به عنوان دریچه نجات از تفکرات منفی و ناراحت کننده در نظر بگیرید و در زمان مورد نیاز خود را به کمک آنها از افکار مزاحم رهایی بخشید. به خود بگویید نه، دیگر نمیخواهم به آن موضوعات فکر کنم. میخواهم به غروب خورشید، شهر زیبای پاریس، اسکی روی آب فکر کنم. اگر به استفاده از این روش ادامه دهید، سرانجام عادات نادرست را فراموش خواهید کرد. اما همیشه به یاد داشته باشید که این کار نیاز به تمرین فراوان دارد. 3. با خود مهربانانه، صبورانه و بزرگوارانه برخورد کنید. صبر ابزار بسیار قدرتمندی است. اغلب ما از انتظارات نادرست و برآورده نشدن سریع آرزو، آمال و خواسته هایمان رنج میبریم. میگوییم من حالا میخوامش، زیرا انتظار و صبر لازم برای به دست آوردنش را نداریم. در صف بودن یا پشت ترافیک گیر کردن به سرعت ما را آزرده می‌کند. می‌خواهیم همین خوبی‌ها و جواب تمام سوالاتمان را در یک لحظه به دست آوریم. حتی بسیاری مواقع ناآگاهانه به دلیل نداشتن صبر و استقامت برای اطرافیان نیز مشکل ایجاد می‌کنیم. بی‌صبری عامل منفی و مانع یادگیری است. می‌خواهیم جواب مسائل و سوالات را بدون درک و فهم کافی به دست آوریم.
و یا بدون گذراندن مراحل ضروری ترقی آگاه ترین فرد شوید. تصور کنید ذهن شما یک باغ کوچک است که در ابتدا پوشیدی از کثافات و عوامل مزاحم در رشد گیاه است. در این باغچه خارهای تنفر از خود و کوههایی از ناامیدی، خشم و ناراحتی وجود دارد. درخت قدیمی ترس باید هرس شود. وقتی این عامل مزاحم حذف و وضعیت خاک روحتان برای کشت مناسب شد، می توانید دانه‌های امید و اعتماد را بکارید. خورشید به آنها خواهد تابید و شما هم با عشق و محبت آن را سیراب خواهید نمود. در ابتدا به نظر اتفاق قابل توجهی رخ نمی‌دهد، ولی نباید دست از کار بکشید، بلکه باید همچنان به مراقبت از آن ادامه دهید. اگر صبور باشید، گیاهان رشد کرده و به بار خواهند نشست. دقیقاً مشابه همین وضعیت برای ذهنتان روی می‌دهد. افکار و عقاید مورد پسندتان را برگزینید. آنها همراه صبر رشد می‌کنند و سرانجام باغی انبوه از تجربیات مورد نظرتان را خواهید داشت. همه ما اشتباه می‌کنیم. اشتباه حین فراگیری امری عادی است. همانطوری که گفتم بسیاری از ما به قصد تعلیم و یادگیری پیش می‌رویم، ولی متاسفانه به خود شانس یادگیری نمی‌دهیم. زیرا اگر مطلب را در همان چند دقیقه اول به خوبی فرا نگیریم، بلافاصله نتیجه گیری می‌کنیم که قابلیت یادگیری نداریم. یادگیری مستلزم زمان است. هنگامی که قصد شروع فعالیتی دارید، ممکن است در ابتدا احساس کنید در کارتان مشکلی وجود دارد. برای درک بهتر موضوع، لحظه دست‌هایتان را در یکدیگر قفل کنید. خواهید دید که در این تمرین یک راه بیشتر وجود ندارد. وقتی دست‌های خود را در هم قفل کردید، دقت کنید کدامین شست بالای دیگری است. حالا دست‌هایتان را باز کرده به صورتی که شست دیگر بالای شست اولی باشد و آنها را ببندید. به نظر کمی عجیب می‌آید. حتی ممکن است فکر کنید اشتباه انجام داده اید، ولی این حرکت را چند بار تکرار کنید. حال چه احساسی دارید؟ دیگر به نظر زیاد عجیب نیست، چون به آن عادت کرده اید. این دقیقاً همان حسی است که برای یادگیری مطالب جدید روی می‌دهد. در ابتدا ممکن است عجیب و تا حدودی متفاوت باشد، اما متاسفانه ما سریعاً نسبت به آن قضاوت می‌کنیم، در حالی که فقط با مقدار کمی تمرین برایمان طبیعی خواهد شد. ما قصد نداریم یک روز عاشق واقعی خود شویم، بلکه هر روز میزان بیشتری از عشق را برای خود تعریف می‌کنیم تا اینکه سرانجام در طی 2 یا 3 ماه پیشرفت کنیم. در حقیقت خطاها و اشتباهات پله‌های پیشرفت هستند. آنها نقش یک معلم را برای ما دارند و از این جهت بسیار با ارزش خواهند بود. خود را به سبب یک اشتباه سرزنش و مؤاخذه نکنید. اگر امیدوار و آرزومند به پیشرفت باشید، می توانید از خطاها درس گرفته و از آنها به عنوان سکوی پرتاب و ترقی سود بجویید. بعضی‌ها پس از مدت زیادی تمرین متعجب می‌شوند چرا هنوز افکاری که نباید به ذهنشان خطور کند به فکرشان می‌آید. موفقیت نیازمند یادآوری‌های مکرر و زیاد است، نه اینکه کنار کشیده و دست روی دست گذاشته و بگوییم فایده این کارها چیست. همزمان با یادگیری روش‌های جدید باید با خود با احترام و مهربانی برخورد کنیم. مثال ذهن به عنوان یک درخچه را همیشه به یاد داشته باشید. زمانی که علف‌های هرز یعنی افکار منفی در کنار آن رشد کرد، باید با سرعت هرچه تمامتر آنها را بجین کنید. 4. بیاموزیم با افکار و ذهنمان مهربان باشیم. باید از زیر سوال بردن خود به سبب افکار منفی پرهیز کنیم و افکار باید از جهت سازنده و عاملی برای سربلندی بنگریم، نه اینکه تنها به افکار مخرب و خرد کننده خود توجه کنیم. نباید خود را به سبب کسب تجربیات منفی سرزنش کرد، بلکه میتوان از آنها درس عبرت گرفت. مهربانی با خود یعنی کنار گذاشتن تمام سرزنش‌ها، تقصیرکاری‌ها، مجازات‌ها و دردهای پنهانی. برای دست یافتن به قدرت درون آرامش ضروری است، زیرا اگر عصبی و هراسان باشید، انرژی بدن تلف شده و از حرکت سودمند آن جلوگیری می شود. چند دقیقه در روز برای کسب آرامش فکر و ذهن کافی است.
هر لحظه که بخواهید می توانید چند نفس عمیق کشیده چشمهایتان را بسته و ناراحتی ها و عوامل مزاحم را از ذهنتان دور سازید. همزمان با بازدم حواستان را جمع کنید و به آرامی بگویید من تو را دوست دارم. همه چی مرتب است. حتما متوجه خواهید شد که چقدر آرامتر می شوید. زیرا به خود فهمانده اید که دیگر لازم نیست به زندگی از دریچه ترس و ابهام نگاه کرد. تا ابتدای این مدیتیشن را به عادتی روزانه تبدیل کنید تونستم برای شما بخونم. امیدوارم اگر از این نوشته روانشناسی خوشتون اومده تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.